Hello everyone, this is Andre from SWL. It's always exciting to make a new shortwave discovery. This is a station that I have been hearing on and off over the last couple of weeks, but I haven't been able to identify it. It is on 9930 kilohertz. So I asked a friend in Tehran to listen to a recording that I made, and he was able to identify this. It is a brand new station. It is called Iran Wire. The clip you will hear now was recorded on the 1st of August. I also heard them again last night, the 3rd of August, and I have heard them once or twice before on this frequency, 9930 kilohertz. Of course, because this is not listed anywhere, I have no idea where it comes from. My guess would be perhaps Wolferton. My friend in Iran was able to identify them in this clip that you will hear now. He says you can hear the woman saying, "Follow Iran Wire" on social media. That's the only ID. I recorded 30 minutes of programming, but throughout the 30 minutes, that was the only ID that was given. در زمستان 18 مهاجر افغان از جمله جوان 15 ساله موقع عبور از مرزهای ایران و افغانستان در ایران برخی منابع از تایید حکم اعدام مهدی ظریف معترض شده مشهد در دیوان عالی کشور خبر دادند. دادگاه انقلاب مشهد با استناد به قانون تشکیل و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای برای این شهروند مشهدی حکم بر اساس اسناد منتشر شده دادگاه او را به انجام اقدام عملیاتی به نفع آمریکا و اسرائیل متهم کرده. اتهامات مطرح شده عمدتاً به حضور او در اعتراضات گویمات حکم مهدی ظریف روز شنبه 2 مرداد صادر شده و تنها کمتر از یک هفته بعد نهایی شده. فعالان حقوق بشر میگویند این پرونده نمونه‌ای از گسترش دامنه اقدامات امنیتی علیه بازداشتگان اعتراضات است. مجدی محبی، وکیل و فعال حقوق بشر اهل مشهد در بازداشت مهدی ظریف و 2 شهروند دیگه در مشهد گفتن به اتهام آتش زدن مسلای این شخص محکوم شدند و دادگاه روند قانونی را از این افراد اسامی دست کم 10 شهروند محکوم به اعدام بسته‌بندی شده که عبارتند از نسیم امینی، مهدی ظریف، ایلیا اکبری، فتح اسرائیل، نسیم شبانی، فرشاد حسین‌پور، مجید حسین‌پور، حسین سفرپور، حسین رسول‌محمد و علی زاغی که همه آنها در زندان وکیل‌آباد مشهد نگهداری می‌شوند. مجموعه حقوقی دادگاه پیش‌فرض شده بود که در متن رأی دادگاه علی ظریف هیچ دلیلی مبنی بر ارتباط مستقیم او با دولت‌های آمریکا و اسرائیل، دریافت دستور، تامین مالی، آموزش، ارتباط سازمانی یا انتقال اطلاعات به این کشورها ارائه نشده بود. که برای تحقق این جرم نیازی به اثبات چنین ارتباطی وجود ندارد. بر اساس محتویات پرونده مهمترین موارد منتفع به موضوع تحقیقی حضور در اعتراضات جرم، حمل چوب‌دستی، برداشتن ژل آتش‌زا از یک فروشگاه، پاشیدن ژل آتش‌زا از دار القرآن و مشارکت در کندن کرکره یکی از شعب بانک صادرات عنوان شده. این اتهامات هم عمدتاً بر پایه اعتراضات اجباری بست شدند و دادگاه با استناد به همین موارد حکم اعدام این معترض 21 ساله صادر و دیوان عالی در ایران فرق شتابی پیدا می‌کنه. بر اساس آمارهای رسمی نرخ فرق از حدود 10 تا 17% در ابتدای دهه 80 به بیش از 30% و امسال دست کم 1/3 جمعیت کشور زیر خط فقر می‌کنه. بر اساس گزارش‌ها از نرخ تورم حدود 20% در 5 سال اخیر برخی زندگی بازنشستگان و کارمندان مشخصاً فرهنگیان به همین روال نظام دخیل‌تر میشه و برکت‌های جدید کانون صنفی مدرسه در همین موارد داره. کانون صنفی مدرسه با اشاره به سفارش فرد در کشور پیش‌بینی کرده که طی مسیر با روند فعلی باعث میشه که بازدهی نزدیک به نیمی از جمعیت کشور این بیانیات
و مشکلات معیشتی کاهش مستمر قدرت خرید و تبعیضات آشکار در نظام پرداخت حقوق و مزایا اشاره شده که فرهنگیان شاغل بازنشسته با شکنجه محروم کنند و این سوال مطرح شد چرا حکومت قانون مدیریت خدمات کشوری را اجرا نمی‌کند؟ این تصریح می‌کنه که پیش از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری نظام پرداخت حقوق کارکنان دولت بر پایه مقرراتی استوار بود که نه تنها عدالت را برقرار نمی‌کرد بلکه تبعیض‌های گسترده‌ای را بین کارکنان دسته‌های مختلف تولید ویژه بازنشستگان از اصلی‌ترین قربانیان این بی‌عدالتی بودند. اعتراضات گسترده فرهنگیان در نهایت دولت‌های ناصری کرد به تدوین و تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری قانونی که بعد از حدود 2 دهه هرگز اجرا نشده یا با برداشت‌های پدیده‌ای ناقص این بیانیه در پایان نوشته بود کسی با وعده به دست نمی‌آید. حقوق قانونی فرهنگیان تنها زمانی محقق خواهد شد که قانون بی کم و کاست اجرا شود و جامعه فرهنگی همبستگی، استقلال و مطالبه‌گری مستمر از حقوق خود دفاع کنند. اما قدرت حکومت به مطالبه‌گری فرهنگیان ساختمان احتیاج دارد. ممنون از اینکه با این بخش خبری همراه بودید. ایران رادیو رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید و در وبسایت شما در تماس باشید. تا بخش بعدی خبر برای همه شما سلامتی و امید. نام سلمان رشدی برای ایرانیان به فضای آیت‌الله خمینی رهبر انقلاب سلمان رشدی نویسنده هندوتبار دوتابه‌ایتی که مرداد 1401 مقابل توسط یک جوان مسلمان اهلی در امریکا با سلاح سرد مورد حمله قرار گرفت. اگرچه 15 ضربه کشته نشد، اما سلمان‌رشد به شکل جدی و خطر افتاد. بینایی چشم سر دست داد، کارایی دستش رو و برخی از اندامه داخلش رسید. همچنان مغیر اجرایی ایجاد من اتفاق کشور درباره این دادگاه و اعترافش با سرکار خمینی صحبت کنیم. خوشحالم این رو هیجان به این برنامه از حاجی نصر این شخصیت دوتابه‌ایتی لبنان آمریکایی چی می‌دونیم؟ سلام می‌کنم این مثلا اصالتا اهل لبنان شده شده میرسی بر اساس گزارش‌های نرم‌افزارهای آمریکایی منتشر شده و با اصالت‌های کشف بازها به سال لبنان که در واقع مقرد اصلی حزب‌الله لبنان سفر کرده از شیعیان لبنان پدرش در واقع به حکمرانیت پدرش و خانواده‌اش این فیلترست اون اصلاح جدید اما در زمینه آزادی مطبوعات کار میکنه گزارش‌هایی رو درباره